خواهرزاده رهبر جمهوری چچنستان روسیه یاسین زاکریف که سببگار یک صدمه مرگبار در شهر گرازنی می باشد از جوابگری خلاص شده است. مموریال مرکز حفظ حقوق بشر از قبل گروه های مخالف حکومت چچنستان آورده است زاکریف پسر زولای خواهر رمزان قادیروف رهبر چچنستان بوده وظیفه رئیس پالات حساب این جمهوری قفقاز شمالی را به عهده دارد. به نوشته مموریال 20 ایول سال روان ماشین زیر نظارت زاکریف از عقب با ماشین دیگر برخورد. در نتیجه زن و شوهر این ماشین به هلاکت رسیده 2 فرزندشان زخم برداشتند. زاکریف در این تصادف آسیبی ندیده است. بعد یک روز قربانی ها به خاک سپرده شدند و مقامات محلی میان زاکریف و خانواده قربانی ها معرکه آشتی تشکیل کردند. حامیان حقوق میگویند که معلوم نیست که در چه شرایط خانواده قربانی ها به آشتی موافقت کرده است. سامانه کافکاز ریالی می نویسد زاکریف در یگان شکل جوابگو نشد و در رابطه با صدمه پرونده جنایی هم باز نشده است. در چچنستان مراسم آشتی میان دشمنان خونین وجود دارد که در آن عائله قربانی گناه جانب مقابل را بخشیده او را از پرداخت قصاص خونین آزاد می کند. در صحبت با نشریه اینسایدر ادوکات یوگنی سمیرنوو گفته است بر پایه قانون جنایی روسیه در هر صورت پرونده جنایی میبایست باز شود. بعداً در اساس آشتی جانب‌ها امکان داشت پرونده بسته شود. بخشی روسی BBC تاکید میکند که فعلا بیش از 80 خشتبار رمزان قادیروف وظیفه‌های بلندپایه چچنستان را به عهده دارند.